رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت که شما گفت عشق محبت به مال دنیا و مال کفار نکنین. کفار را دیدین که علیگر خان و سرمایه دارن، مال دارن، تمام ویلا و دچه و چیزا دارن، ماشین و خریستیم و یخت پخت مالی و چیم نندازین، سرتون خم کنین، شگرانه کنین و همه دنیا دارن آخره ندارن. این گنج بزرگ مطرح مسلمان دادون. این گنجی که این قیمت با این کلمه که اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله مت نصیب کردم، این را در یک پیله ترازو بمان تمام دنیا و مال همو کفار و مشرک در بالای این ترازو بمان این کلمه وزمینه. ما این را ترا دادگیم. تو چرا اخته میگوی که من کم بغلم؟ چرا تو ناراحتی؟ چشم تا از مال کفار میگه پایین بگی. ولی کلمه خشه کسانی که ایمان آوردن عمل صالح کردن اونا از گروه های نیکن، اونا از گروه های چه خوبن. بعد کفار میگه بعد از او ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البریه. میگه کسانی که کفر کردن از مشرکین از اهل کتاب، پیغمبر قبول نکردن، ایمان نیاوردن، خدا را سجده نکردن، دین خودشون را تایید کردن و دین خودشون در حالی که میدونستن که پیغمبر حقه، مانند همون آیت که میشناختن پیغمبر مثل فرزنداشون، نه که از روی تعصب و روی کینه و کبر غرور یهود و نصارا ایمان نیاوردن، پیغمبر را زدن بیرون کردن، گفتن که تو دروغ میگویی، مجنونش بروردن، کذابش بروردن. چی امروز وارثان پیغمبر که امروز خدمت دین کردن، امروز همون نسل یهود و نصارا هستن که عالمان شما دروغین، شما خلین، شما صوفیین، شما شکنچرانین، شما ایترین. چرا با همون مشرکا که رسول خدا را 100 فی سبیل الله میشیدن، دیوال در راه خدا میشیدن که دعوت میداد کافرا را، او را نمیفورید. میگفت که وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم دعوت میده، ابو جهل این پول میداد شاگرداش که شما داد بزنین، باید بازی کنین که آوازی همو را نشنوین، گپی همو را نشنوین. او دروغگوی، او فلان جادوگر پیغمبر در نومش بمبرم چی روزا دادنش، چه اذیت‌ها و آزارا را دادنش. میگه اونو کسانی هستن که گروهی بدن، اونو در جهنم فینور در آتش دوزخ در. میگه شما ای بندگانی من، کسانی که محمد صلی الله علیه و سلم پیروی میکنین، شما در جایهای هستین که جنت الفردوس انتظار شما. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت هر وقت شما میخواین جنت. رسول خدا میگه وقتی که آمد سیوم فرزندی رسول خدا مرد، بدبخت میگه یک مشرک میگه طعنه‌اش کرد، گفت ابتر ای محمد چرا تو دم از پیغمبری میزنی بگوی من رسول خدایم؟ تو رسول خدا باشی، تو اگر راست بگوی تو نسل نداری، تو ابتری، تو را بچه‌ات میمرم، 4 دخترت مونده، تو نداری. امروز همین تنها است، خدای نکرده یک کسی نارینه نداشته باشه، یک کودک بچه نداشته باشه، میگه ای دوی آتش گرفتگی نیست، ای تریه ای یگان چی اولاد نداره، این پشتش در چی نسلش نیست. طعنه همون یهودی را میگه رسول خدا در دورای همیخ اخلاق و رفتار و گفتار بود، میگه دورای همیخ علم بود، میگه سرش خم کرد و اشک مبارک از چشمش ریخت، این طعنه سخت در دلش رفت، سیم بچه‌اش مردند. میگه رفت خوابش دمت 6 تا گریه کرد، گفت این بدبخت اینقدر صبر شبی که جواب امر را نداد. یک دفعه میگه حضرت جبرائیل اومد گفت که إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ای محبوب خدا، ما برای تو حوض کوثر عطا کردیم، ما برای تو کوثری عطا کردیم که 124,000 پیغمبر اومد این کوثر نداره. او کوثر در کجای؟ در جنت الفردوس. اون حوض کوثر اینقدر از چه که گردش از تمام ظرف و ظروفش ای طلا، آبش گفت ای عسل و شیرینه، ای آب دست ای آبی باران و جاله دست صافه، اینقدر شیرینه. مشت خاکش گفت از مشک چیده گفت خوشبوتره. ای محمد الکوثر نهر فی الجنه، کوثر یک نهری است در جنت. فحتافو من ذهب، گردش در ظرفای طلایی ای. گفت هی محمد ایره برای تو عطا کردیم، این چیزایی که برای تو عطا، و مجره و الدورو و المرجان و برچتکایی که میره، کفلایی که میره، گفت او همش از مرجان و لولو هن. گفت ما برای تو عطا کردیم. و تربتو گفت خاکش گفت الطیب من المسک، خوشبوتر ای مسک دای که یک قطره مسک میگه ایو دنیا بغلطه میشه جهان خوشبویی میگیره، میگه ایو دا خوشبوتره، میگه او چیزت
و ماؤه احل من العسل، ماش میگه همین آبی که اصل در شیرینه. و اشد بیاضا من الثلج، میگه اینقدر سفیده، اینقدر سفیده ای جلد سفیده آبیو. ای محمد اینم ما برای تو عطا کردم، تو چرا ناراحتی؟ این بدبختی که تو را ابتر گفت تو را ناراحت کرد، دل محبوبی مرا شکست، این 6 بچه داره، ای بچه های خودش فقط کرده که با 6 بچه دارم، تو نسلی نر نداری؟ ای محمد گفت زمانی میشوه گفت امتای تو 6 بچه دارن، احمد و محمد و محمود و مصطفی و مجتبی و یاسین و طه میمونن. گفت در هر یک خانه نومی تو 2 تا 3 تا میشوه. گفت ترم ندیده گفت عاشقی تو میشون، نه که بدبخت کسی نومش بگیره قطعی 6 بچهش گفت ای بین میره و ای نومش گفت ایرا گفت کسی بشنوه لعنت میگه. این لعنت چی بگیرید؟ چی با سزاواری لعنت چیدی مشرکی بدبخت؟ حبیبی خدا را میگه تا نیاید دلی بنده خدا را به درد، خداوند هیچ قومی را رسوا نکرد. تا نیاید دلی بنده مرد خدا به درد، خدا هیچ قومی را رسوا نکرد. مرد خدا را که دلش شکستی، حبیبی خدا را که تو را میگه که قل لا اله الا الله تفلح، تو بگو که دست معبودی بجز الله کامیاب میشه. تو انسانی را گفت وقتی که سنگسار کردن حضرت ابوبکر ایستاد پیش گرفت سراش از بینی ابوبکر پکش چشمش سراش کفوندن، گفت هی مردم شما چخل مردم که بنده ای که از جانب خدا اومده، رسولی که شما را میگه این جنت، شما را راهنمایی میکنه، شما این را میزنید، شما چخل مردم؟ این گفت از خدا بترسید، گفت اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای محمد گفت این جنت همه برای چی کردم؟ گفت این اعطیناک الکوثر، این کوثر برای تو دادم، فصلی ربک وانحر. پس میگه قربانی که نماز بخونه، قربانی که. از همین دلیل میگیرن که حاجی جان هر کسی که صاحب فرزند، صاحب خانه، صاحب مقام، وظیفه تنجی و امانی و شکرانه این نعمت میکنه، میگه باید درک نماز بخونه و نهر کنه که الحمدلله خیلی نعمت دیدیم، الحمدلله خیلی بچه را دیدیم. در خونه در ناخونی بچه میلیون آدمو زنگ میزنن، مولای 6 ساله 5 ساله گریه هم میآید، میگه کودک دور نجده میاد هرتون دعا کن. یک انسان زنگ میزنه میگه مولای صاحب 3 اکاو داریم، همه ما میگه صاحب نور همه وظیفه و پول همه چی را داریم، او بچه دارم من بچه دار نیستم. ای مولای صاحب دعا که یا نره موده کره کوره بتم که مرا تعالی کردیسن که به نسل هیچ نسل نمیبروید. نکی فرزند داد حقیقت که خدا را شکر دخترشید بگو، یک بچه شید دیتا شکرانه ای را دادی، شکرانه تنی سیعت دادی. مولای صاحب این فلانی از پدرم اینسول شده زده دولینش، فلان مادرم شکور شده نمیبینه، بچه عروسم رفت، بچه شام در توی آواریا کردن شو عروس مرد. مولای صاحب چی مصیبت را دیدم، چرا امروز در گردن ما این روزایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، در آیت همین در ربط همین آیت میگه که هیچ مصیبتی بر انسان نمیرسه مگر بجز رضای خدا. خدا که نخواه هیچ انسان در نمیآید این مصیبت. امروز برادر مریضه، امروز برادر در زندانه، امروز برادر بی فرزنده، امروز برادر بچه شهرش مرد، امروز او پدر مادری که سر فرزند رفت طفل از چهره او سیر نشید، مردکی که بچه‌هاش نه کلان کرده که گفت عیش اشرت میکنه که یک دفعه معلکه اومد زنش گرفت رفت از روی رفت، یا مزنه که گفت نه که بچه‌ام کلان شدن شو مرد، چیکار میکنیم؟ سر مصیبت بالای مصیبت میشه و کسی میگه بدنم خاروش میبره، مریضم تخته پشقتی 12 ساله خوب و این مصیبت ها یا چی دارن؟ بیوهی که چند کودک کلان میکنن، مردکی چه یا چی اجر دارن؟ ای رسول الله یا مصیبت زدن خدا چی با یورا با این روز آورد؟ میگه که خداوند تبارک و تعالی وقتی که مصیبت آورد مریضش کرد دکتر یا فلانی را، میگه کفاره سید و رفع درجات، گناهش به خاطر همین مریضی میبخشه، درجهش بلند میکنه، به خدا نزدیک میشه. وقتی که از دنیا میره و به خاطر جنت رفتن ملائکه اعتراض میگن چرا اینو میبری؟ این چرا نماز نخوان فلان سال روزه نگرفت؟ میگن ندیدی در اونجا 7 سال دولینش زد، فشار قلب شد، چمچیش چند روز در جاگه خواب بود، تا تمام اینوش نعمت همه خوردی و خواب بود، هوش در بود که کی میه خبرش بگیره. من ظالم نیستم که او را در اون دنیا مریض کنم با اینجا بیارم میره در زخم. چی با این زنک میبرم؟ این زنک 6 کودک به پدر کلان کرده، این زنی یاش بود، نفس کشت که کودکا را گفت من چی با شو کنم؟ این 6 کودک من در شوهای دیگه من چی شو کنم؟ زندگی که چهره شهرش سیر نکرده بود.
یک شوهرش ما چی بیارم که زنش مرده گودکورا خودش مویندر قطی چقدر کلام کرد که گودکورا هم را زن چی داد این مصیبت ها را اینا ما چی باید زندان کنم که این خودش در زندان بود. چرا اینا مشکل بیارم که در سرش مشکلات بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روا حاکم میگه فی اصول الندیر روایت میکنه که انس رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا وجحت الى عبد من عبید مصیبت في بدنه أو في ولده أو في ماله فاستقبلها بصبر جميل استحيت يوم القيامة أن أنسب له ميزانا أو أنشر له ديوانا أو كما قال رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت وقتی که بنده من مواجهت میشه بر مصیبت گرفتار میشه مریض میشه زنده میشه یا دیگر با سرش میآید بر بنده من مصیبت میاد فی بدنه در بدنش میآید یا که فی ولده فرزندش میبره یا فی ماله مالش دز میبره خونش میسوزه فاستقبلها بصبر جمیل او میگه استقبال میگه خدا را شکر صبر میکنه خدا میگه خودت میاری بریزه هم از جانب تای شفاش هم از جانب تای مصیبت هم تای خیر هم تای بعدی هم اگر انسانی مسلمان همین ایمان داشته باشه جنتیه که هر چی را از الله بینه میگه مرد خدا میبینه نامرد بنده فقط از الله ببینه میگه هر چی را میاری تو میاری بر سر من میگه صبر کنه. بعد دوام حدیث چی میگه استحیت یوم القیامه ما شرم میکنم روز قیامت ان انسب له میزانا که برای او ترازو مانم را حساب کتاب کنم در او دنیا شوهرش گرفتم زنش گرفتم مریضش کردم مصیبت ها ایجا من ایزو میکشم با او را بیارم ایجا ما ایرد مشکلات و مصیبت ها بیارم این بنده ما دیگه و انشر له دیوانا نامه عملش خوی نمیکنم میگه مستقیم میگم میرد مینویسم که جنت ببرینش ملائکه اعتراض میکنن چرا این را میبری چرا این دکتر را میبری میگه تو ندیدی چی مریضی کشیده بود تو تمام اینوش نعمت همه خوردی و ممکن نبود دکتر گفته بود که بغرض همین آب بلیون دیگه چی نخوره مریضی قند داشت تو ندیدی که او یگان چی بود همه چی پرهیز بود او را گفت هیچی فقط این همین خلیم خواهد بگردی او زنده بگور بود تو میرفتی تمام اینوش نعمت همه خوردی تو تمام چیزا میکردی نکی بندر تو 6 بچه داشتی بچه نواسه این در نخونی فرزند زور بود بچه اکر را کلان کرد بچه اپر را کلان کرد رفت بچه بگونه را کلان کرد میگه با سگ خونی دل دادم که خون خور نگردد ندانستم که این سگ خون خورد خون خور گرد اون روز یک کس نقل میکنه که اینمی گوشه و نزدیک خموی میگه گرفتم کلان کردم گفتم به فرزند کلان کردم غمم سوخت حوزی میگه روزوی در سر میاره هم خدمت میزنه هم شما میزنه میگه برای مده پول بیاری این هست مولای سوی میگه که یتیم بگی گرفتیم یتیم کلام کردیم چی روزو را در سر خدا آدم به اقبال نکنه نخورده ما همین را پشانده میگه دو برزنش دادم میزنه سر میکنه اولی نمیدونه که ما پدر و مادرش نیستم اگر بدونه که ما پدر و مادرش نیستیم چی روزو را به سرمون بیاره شکرانه اینه فرزند داره کنی شکرانه خونه و در شکرانه تینجی شکرانه کنی که پروردگار این نعمت ها را بر ما عطا کرده ایره شوخی نکنی همه را میپرسه فردا روز قیامت همه را این الینا یادون ثم این علینا حسابهم یعنی در مورد ربط میگه بازگشت ما با سوی ما حسابی که شما با چیه بر منه